بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی. آیا پادشاه را دشنام دادن گناه است؟ البته آدم ابله پادشاه را دشنام میدهد. پادشاه را دشنام دادن این غیرت ما و شما را نشان نمیدهد. اگر عقیده مرا فهمیدنی باشین، اگر فهم مرا در همین مسئله فهمیدنی باشین، من به شما توصیه میدیم که مثل پیغمبرتون رفتار کنین که در حق دحیه کلبی دعا میکرد. شما دعا کنین که خدای مهربان پادشاه ما را عدلش زیاد بگرداند. خداوند این پادشاه ما را تمام عملهای خیرش چیکار کنه؟ برآورده بگرداند. بالای رعیتش خداوند نگاهش بدارد. این است وظیفه هر کدام ما و شما. پادشاه را دشنام دادن این گناه است، البته گناه است. چی جای ثواب دارد؟ علل خصوص همین پادشاهی که امروز بالای سر ما و شماست. این جهادی که این پادشاه ما و شما کرده است، چی در قزاقستان، چی در مالزیا، چی در امریکا، که اسلام را شما با تروریسم ارارش نکنین گفتند. این سخن یگان شیخ عرب نگو، بلکه پادشاه ما و شما گفت. آبادانی هایی که از دست پادشاه ما و شماست، همه ایرا شما میبینید. جای ایرا بیان کردن نیست، چه از کشادن مکتب ها، چه از کشانیدن بیمارخانه ها، چه از دیگر عمارت هایی که الحال در اطراف ما و شما رفته ایستاده است. باید که با قدر نیکی البته این پادشاهی که امروز بالای ما و شماست، همه ما و شما برسیم. در حقش دائم باید دعای خیر کنیم. همین آبادی که الحال در مسجد است، همین توده مردمی که جمع بشود، همش البته اگرچه فضل خداست اول و آخر، لیکن برکات این ایشان هم هست. السلام علیکم داملای عزیز. قرآن در روی قبر خواندن درست است؟ یک نفر امر معروف کرد و گفت که آیت بالای قبر این عادت مردم، نه فرمان خدا. این هزارها نامعقول کرده است. شما همین الحال همین بعض جوانهای برآمده است که آیت بالای قبر هم انکار میکنند و شما را مثال خلاف مذهب ابو حنیفه میخواهند که رفتار کنید. اینها را گوش ندهید. شما هم امام خطیب ها را گوش کنید. همین علمایی که امام خطیب هستند، پیشوا هستند، اونها را گوش اندازید. به هر یک جوان قد کوچه شما اهمیت ندهید. رسول اکرم میگوید که این حدیث ابو داود را روایت میکند: اقرأوا علی موتاکم یاسین. اینا پیغمبر خدا گفتند شما بالای مرده هاتان، بالای پدر و مادر و اولاد اجدادتان سوره یاسین بخوانید. چرا نادرست است؟ از همه شما برادرای عزیز، من خاصه همین مذهب ابو حنیفه را برای چی به شما حکایت میکنم؟ زیرا که بعضی از برادرای ما و شما امروز پیدا شدن خلاف مذهب ابو حنیفه میخواهند رفتار کنند. میلش کردن بگیرن، همونش هم سنت، لیکن همین فتنه و جنجال و نافهمی را در بین مردم پیدا میکنند. گاه دستها را تا راستی کتفا میبردارند، گاه آمینی بلند میگویند. حالا که رسول اکرم که ابن مسعود راوی این حدیث است، میگوید 4 چیزی هست که باید پس گفته شود. اینم حدیث پیغمبر خداست: التعوذ و التسمیه و التأمین و التحمید. اعوذ بالله پس گفته شود، بسم الله پس گفته شود، آمین پس گفته شود، ربنا لك الحمد پس گفته شود. این حدیث پیغمبر است. برای کسی لازم از مرحمت کتاب نزد ماست. با بلند گفتن آمین عرق خریب من می شود. با بلند گفتن آمین زنا من می شود. بی حیایی قد می شود، نه قد نمی شود. مردم عقیدهش بیدار کردن در کار، مردم در نماز درست کردن در کار. همه این مسئله بعد حل خودش می‌یابد. هر مسئله که ابو حنیفه اخذ کردن همش با حدیث است، همش با آیت قرآن است.
حتی همین آمینی پس ده حضرت دلیل دیگرش ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، صدق الله العظیم، آیت دلیل کردن که خداوند میگوید دعا را شما دائم پس بخوانید، که حضرت گفتن آمین از جمله دعاست، باید دعا پس گفته شود. این حدیث احمد، ابو داود، حاکم و حدیث حسن است. من چیشم نویساندم، اما اقرأوا علی موتاکم یاسین، بر مرده هاتان شما سوره یاسین خوانیم بالای قبر شونده. اینا هم احمد روایت کردن، هم ابو داود روایت کردن، هم حاکم روایت کردن، هم حنانم را روایت این حدیث کردگان و حدیث حسن است اگر اهل حدیث فهم باشه. السلام علیکم بابای حاجی، آیا در توی آیت خواندن جایز است یا نه؟ البته جایز است. امروز همین عقیده ویران در ما و شما پیدا شده است که فقط قرآن در مرده استفاده میکنیم، در زنده نی. روزهای توی چرا ما و شما آیت قرآن نمیخونیم؟ در معرکه ها میریم، خوراک میخوریم، دعا میکنیم و آیت نمیخونیم. چرا نمیخونیم؟ من استمع الى آیت من کتاب الله فله حسنه، گفته است پیغمبر. کسی که اگر آیت قرآن گوش میکند، کسی آیت قرآن میخواند، از برای اون نیکی میرسد. باید که البته در همون خاندان عروس است، شه است، باید که آیت خوانده شود و اونها را باید که ما و شما دعا بتیم. برای مرده لازم بوده است و برای زنده لازم نبوده است. جایز است. السلام علیکم داملای مهربان، اکثر مردم میگویند که با پای راست به خانه و مسجد درآ، با پای چپ برآ، یا اینه که در حاجت خانه و بازار برعکس این. باز میگویند که انگشت دست را نشکن، یا که انگشت را در انگشت نانداز. اینها چه اساس دارند؟ در قرآن در باب اینها گفتگی هست. با احترام مخلصی شما، البته قرآن نه، لیکن حدیث های پیغمبری خدا در این باب هست که شما وقتی که مسجد می درآیین با پای راست درآیین، وقتی حاجت خانه می درآیین با پای چپ درآیین، وقتی بازار می درآیین با پای چپ درآیین، و در بازار بسیار نایستیم بلکه تیزتر از بازار بیرون شوین. و انگشت های دست البته صداش، مثال ما و شما زیر میکنیم میبرانیم، این صدای انگشت هاتون نبرانین، انگشت بالای انگشت بار نکنین. اینها همش در حدیث های پیغمبر هست. البته رفتار کنین، اینم یکی از سنت های پیغمبر خداست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب دهید. ما یک روز در همین مسجد شما نماز عصر را میخواندیم. یک شخص ما را گفت که تو این اشاره سبابه را مکن که این گناه است. آیا این گناه است؟ التماس با سوال من جواب دهید. البته علامت سبابه گناه نیست. چرا گناه است؟ علامت سبابه این سنت پیغمبر است که وقتی شما در التحیات خواندن همان انگشت سبابه را میبردارین، این سنت پیغمبری خداست. شما ثواب میگیرین، گناهگار نمیشین. حدیث های خیلی زیاد، حتی ابو حنیفه در کتاب فقه الاسلام و ادلته 4 امام که مذهبش صحبت میکند، صاحب کتاب میگوید ابو حنیفه انگشت جمع نمیکرد، بلکه همون حالت خودش ماندگی اشهد ان لا اله اشهد ان لا گفتند، میبرداشتن همین انگشته و میپرتافتن الا الله میگفتند. خود ابو حنیفه میکردن. این در کتاب همون فقه الاسلام و ادلته موجود است. کردنش ثواب، کردنش سنت است. انجام دهین، این گناه نیست. السلام علیکم داملای عزیز، درود و رحمت با شما. من 2 سوال دارم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنه، چی معنا دارد؟ این از آیت فجر هست. یعنی ما و شما در حالت دوره کردن مرده ها میخوانیم یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام گیرنده، ای نفسی که شما با قضای خدای خود راضی هستین، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، رو به نزد پروردگارت در حالتی که خدا از تو راضی است
و تو از خدای خود خوشنود هستی. فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنه، داخل شو در گروه صالحان و داخل شو در جنت پروردگار. این معناش همین است. میگویند آدمانی که از پشت صورت روز قیامت عذاب میکشند، کسی صورت مرده را نگاه کند همان وقت مرده را عذاب میدهند. برای همین پیش از مردن صورت را بسوزانید. راست است. خدا باز هم به شما علم و دانش زیاد عطا کند. البته حق گفتن کسی گفتن صورت گرفتن در اسلام ما و شما اگر به عذر باشد ما و شما را گناهگار میسازد. ما و شما نه صورت میگیریم نه صورت میکشیم. صورت هایی که لازم است، برای پاسپورت لازم است، برای یگان اراده سفر داری مرحمت صورت گیر، لیکن بیهوده صورت نگیر، بیهوده صورتی تر نکشن که در اصل هرگاهی که به صورتی تو نگاه میکنن تو را خداوند عذاب میدهد. امروز متاسفانه خانه همه مسلمان ها پر از صورت است، علل خصوص در همین قشلاق ها اینقدر صورت زیاد جمع شدگی است. بالای همون جیودانی که دارند گردابگرد همه پر از صورت است. در خانه مردم شهر باشد حمام خانه هاشان پر از دخترای فاحشه صورت ها در همون حمام خانه و واردای خانه و همون اکتیارهای بدبخت بیدین خدا زده که در دنیا هستند همونا در خانه ما و شما زدگی هستند که اونا به خون هزارها مسلمان تشنه هستند. شما بالای سرشان کردین. اونا خود کم کثافت بودن که باز در خانه خود جاشان کردین. یگان ملائکه رحمت خانه شما نمیدراید. نگذارین در خانهاتون صورت ها را. مرحمت صورت کعبه است، صورت یک منظره است، یک منظره را بیارین کشال کنین. السلام علیکم بابای حاجی، سوال مرا جواب دهید. من پدر و مادر را پرسیدم که در بازار کار کنم، گفتا که در خانه کار می باشد. من گپی پدر و مادر رو نگرفته ناپرسیده به قرغن رفتم. 1 ماه پس برگشتم. این عیب من یا عیب پدر و مادر؟ جواب این سوال را دهید. البته برادر عزیز، رضاگی پدر و مادر در همه سفر برای شما ضرور است. حتی که دوره های پیغمبر خدا که چقدر جهاد ذلول بود، وقتی می آمدن جوان ها که پیغمبر خدا را می گفتن که ما با جهاد همراه تو می رویم، رسول اکرم چی می گفتن؟ می گفتن پدر و مادر داری؟ می گفتن بله. می گفت خدمت پدر و مادر را انجام دی، خود جهاد در راه خداست. یا از پدر و مادر پرسیدی؟ این سوال ها را پیغمبر ما و شما از همان جوان ها و از همان امت خود می کرد. از این خاطر هر جایی که شما می روید اگر بخواهید که برکت در باید که پدر و مادر از شما راضی باشد. پدر و مادر از شما راضی باشد. رضاگی پدر و مادر این رضاگی خدای شماست. بسیار خوب می شود که شما پدر و مادر را در همه مسئله ها از آنها چیکار کنین؟ سوال کنین و راضیگی آنها را طلب کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دامدار شیرین سخن. درباره رباعیات های عالمگیر عمر خیام به ما جواب پره می داده. این رباعی چنین است: گر باده خوری تو با خیرتمندان خور، یا با صنمی لاله رخی خندان خور. بسیار مخور ویرد مکن فاش بساز، اندک خور و کم کم خور و پنهان خور. در این رباعی باده، می، شراب با کدام معنا شاعر گفته است؟ از نام مخلصی اشدی شما. اصطلاحات است مر ابدال را که از آن نبود خبر غفال را. عارفان ما و شما میگد که همین ابدالای ما، ابدال گفته همون اولیاهایی که تخمین 70 نفر هستند، همونها در اصطلاحات خود یعنی در استفاده کردن شعر خود می، باده، جام، پیمانه، سبو استفاده میکنند. لیکن شما غفالا، شما غافل ها از معنای اون درک ندارین که اون چی میخواهند در شعر خود. خب
حضرت مثنوی باشد، صاحب مثنوی حضرت جلال الدین رومی یک روایت میارد که ان لله شرابا اعده للاولیاء اذا شربوا سکروا و اذا سکروا تابوا. پیغمبر از نام پیغمبر ما و شما یاد میکنه که از برای خداوند شراب هست، وقتی که همین شراب را برای اولیاهای خود آماده کرده است. وقتی همین اولیاها که شراب خوردن مست میشوند، وقتی که مست شدن در حالت مستی رجوع به سوی خدا میکنند، همون شراب می نوشند. این شرابی که آدمها را مست میکند، پلید میکند، افلاس میکند، این شراب نیست. حضرت حافظ میگوید المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. این شراب، این می که ما استفاده میکنیم، این بیچارگی است، میگه عاجزی ماست. اون می که مجازی است، اون می که در خمها می جوشد، از وی همه مستی و غرور است و تکبر. اون می هست که آدم تکبر می سازد، مغرور می سازد، پلید می سازد. این می ما اون می نیست. گفتن حضرت. عارفی دیگر چی می گوید؟ شراب عشق نبود زاب انگور، شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. این شراب عشقی که ما بیان میکنیم این آب انگور نیست میگوید، و رهی نوشیدنش هم با راه این گلو نیست، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. از این پیمانه و جام و سبوها غرض پیمانه و جام و سبو نیست. ما وقتی که در شعرهای خود رومکه را استفاده میکنیم، جامهای بادنوشی را استفاده میکنیم، این مقصد از همین رومکه هایی که عرق می نوشند، این مقصد از این نیست میگوید. بدان معنی که عارف زلف گوید. وقتی در شعرها که زلف دیدین، نظر در پیچ تاب هیچ موی نیست. وقتی ما زلف استفاده میکنیم، این از همین زلف های کجه که بعضی از فاحشه ها کج میسازن و بیرون میبرن، میگد این از اون نیست. این زلف ما هم عشق در راه خداست. بیان عارفان را اصطلاحی است که جز عارف کسی را گفتگو نیست. این عارف ها اینو میدانند، خردمند اینو میدانند. برای همین این شراب و این می که حافظ و بیدیل و سعدی و خیام و اینا استفاده کردن، این مقصد از همین باده هایی که می نوشن این نیست، بلکه اینا همه عشق الهی هستند. السلام علیکم. اکی مرزا حاجی، ما از ناحیه مومن آباد در هر نماز جمعه به پیش شما می آییم. کسیته های شما را خریده می بریم. در کسیته 36 شما در بابت نیت غسل گپ زدید. دانید یا ندانید فرق ندارد. همین را به ما ساده کرده فهمانید که مردم ما اعتقادشان گشت. مخلصان شما از مومن آباد با یک مسئله عادیه که اگر اعتقادشان گشته باشد، در غسل جنابت 3 فرض است: غسل فم، انف و کل البدن. در غسل جنابت 3 فرض است: شستن دهان، آب گرفتن بینی و تمام بدن را تر ساختن. این فرض است. کدام ما و شما همین 3 عمل انجام دادیم، ما و شما از غسل جنابت خالی شدیم. ما دیگر در جنابت نیستیم. و سنت همین غسل جنابت چی است؟ بینه نیت در حتی سنت چم نیست. نیت گفته همون، اگر مقصد این برادرها خواندن همون دعای نویت ان اغتسل غسلا من جنابتی رفع، من نمیدونمش باور کنین. اگر همین باشد این لازم نیست، این لازم نیست تماما. این شما اذیت نکنین، حاجت به اذیت کردنش نیست.
هیچ فرمایش، نه فرض نه سنت نه مستحب، در هیچ امر نیست. خلاص ممکن خیلی همون ملاهای همجا مختصر خان باشن، فرضا و سنت های همین غسل تماشا کنید، در هیچ کدام همین نیت آوردگی نیست. برای همون نیتی که در دلتون کردین برای پاکیزه کردن بدنتون، خودش نیت واقع شد، تمام. شرط نیست که شما را لفظاً با دهانتون بخوانید، با زبان خود بخوانید. و سنتش همین است که شما پیش از غسل جنابت باید که پیشاب و مثال حاجتخانه داخل شوین، همه را دور بسازین، آمده دستها را شوین، یعنی طهارت کنین پیش از غسل جنابتتون بغیر پایها را شستن. بعد در دوام همین آبازی کردگیتون پایهاتون را میشورین، تمام. شما صاحب هم طهارت هستین، هم صاحب از جنابت خالی شدین. این نیت شرط نیست و لازم هم نیست. داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم که سوال ما را با پرگی جواب گردونید. 23 فوریه یا 8 مارس در دین اسلام هست یا نه؟ همین رو ما چندین بار گفتیم برادرای عزیز. یکی 1 ژانویه، یکی 23 فوریه، یکی 8 مارس، یکی 9 می، دیگر ایده های که هستند، اینا ایده های ملی هستند، ملی تاجیکستان ما و شما هستند که اینها را به قید میگیرند. اینا از اسلام ما نیستند، لیکن در تاجیکستان، در تمام دنیا این عید پیشواز گرفته می شود. چرا شما از 40 سوال نمیکنید؟ چرا از 7 سوال نمیکنید؟ چرا از 6 ماهگی سوال نمیکنید؟ چرا از 20 سوال نمیکنید؟ چرا از سال سوال نمیکنید؟ کجای کتاب در اینا هست؟ السلام علیکم داملا، آیا سلام دادن چی فضیلت دارد؟ این سوال ما در کسیتوی پیشین گفتگی هستیم که سلام چگونه باشد و چند ثواب دارد. میتونین هم کسیتوی پیشین نگاه کنین، انشاءالله همین فضیلت سلام در او وجود دارد. بسم الله الرحمن الرحیم.